سلام، وقتتون بخیر. نمازی زاده‌ام. دومین قسمت آموزش نتورک پلاس رو شروع می‌کنیم. خب، اولین چیزی که در بحث شبکه مطرحه اینه که اصلاً شبکه چیه؟ پس با این عنوان شروع می‌کنیم که شبکه چیست؟ ببینید، شبکه یعنی متصل شدن حداقل دو تا سیستم یا بیشتر. یعنی من اگر دو تا سیستم دارم و این دوتا سیستم رو به هم متصل کنم یک شبکه ایجاد کردم. حالا این طریقه اتصال میتونه با استفاده از یه دونه سیم باشه، مثل سیمای شبکه که حالا در آینده میخونیم، یا میتونه بی سیم باشه، اصطلاح وایرلس، یا حالا عموم خیلی اصطلاح وای فای میگن. پس اگر ما بتونیم حداقل دو تا سیستم کامپیوتری رو به هم دیگه متصل کنیم یعنی یه شبکه راه اندازی کردیم. خب، چه مزایایی شبکه برای ما داره؟ در واقع من چرا میام شبکه راه اندازی میکنم؟ میخوام به چی برسم؟ اولین موضوعی که مطرحه اشتراک گذاری منابع. اشتراک گذاری منابع. این منابع میتونن سخت افزاری یا نرم افزاری باشن. خب، اشتراک گذاری منابع سخت افزاری یعنی چی؟ فرض کنید که این کامپیوتر من پورت USB ندارد به هر دلیلی، یا اصلا پورت USBش بسته است. من میام یه فلش میزنم به این سیستم و شیرش میکنم، اصطلاحاً اشتراک گذاری میکنم تا سیستم شماره 2 هم بتونه از محتویات داخل اون فلش استفاده کنه. این میشه اشتراک گذاری سخت افزاری. شاید بیام و در واقع CD رامم رو به اشتراک بذارم. فرضاً یکی از سیستم ها CD رام نداره. البته بحث CD رام دیگه توی دنیای امروزی مطرح نیست. از سمت نرم افزار هم ما میتونیم چنین مثالی داشته باشیم. من ممکنه بیام یه قسمتی از هارد این کامپیوتر رو به اشتراک بذارم و یک سری اطلاعات رو روی این سیستم بریزم. حالا سیستم دوم هم میتونه از اون اطلاعات استفاده کنه. اگه بخوایم یه مثال عملی بزنیم، من چند روز پیش یه شرکتی رو راه اندازی کردم که یه کامپیوتر داشت به عنوان مدیر و مابقی کامپیوترهای شبکه هم بهش متصل بودن. این کامپیوتر مدیر نرم افزار حسابداری داشت و سایر کامپیوترها باید میتونستن اون نرم افزار حسابداری رو باز کنن. ما در واقع کاری که کردیم این بود که نرم افزار حسابداری رو روی کامپیوتر شماره 2 به اشتراک گذاشتیم و بقیه سیستم ها تونستن از اون نرم افزار استفاده کنن و موقعی که فاکتور می زدن داخل یک فولدر این فاکتورها رو قرار می دادن و این فولدر در واقع توی این کامپیوتر بود، به اشتراک گذاشته بود برای سایر سیستم ها تا بتونن ببیننش. پس این هم از اشتراک گذاری نرم افزاری. خب، دیگه چه مزایایی میتونه داشته باشه؟ مزیت بعدی میتونیم بگیم حذف بعد مکان و زمان. مکان و زمان. بزرگترین شبکه‌ای که در حال حاضر وجود داره شبکه اینترنته. شما در هر مکانی یا در هر زمانی میتونید وارد شبکه بشین، شبکه اینترنت بشین، از منابعی که داخل اون شبکه است استفاده کنید. به عنوان مثال من فایل هایی که خیلی بهشون نیاز دارم رو توی جیمیلم نگهداری میکنم و هر موقعی که میخوام متصل میشم اون فایل ها رو برمیدارم. حدود 20 گیگ جیمیل فضا در اختیار من میذاره. البته شاید الان خیلی دیگه این کارا مرسوم نیست، ولی چون موبایل ها عموما حافظه های زیادی دارن، اما یه زمانی موبایل های ما 5 گیگ هارد داشتن، نمیشد اطلاعات زیادی روشون نگه داریم. مزیت بعدی که میتونیم ازش نام ببریم کاهش هزینه است. مزیت سوم
بحث کاهش هزینه ها. خب همونطور که گفته شد، من موقعی که بتونم منابع سخت افزاریم رو به اشتراک بذارم، سخت افزارهای کمتری خریداری میکنم. به عنوان مثال فرض کنید این کامپیوتر به یک پرینتر متصل باشه. من میتونم این پرینتر رو شیر کنم، به اشتراک بذارم تا همه کامپیوترها از این پرینتر استفاده کنن و در واقع با خرید سخت افزارهای کمتر هزینه کمتری بکنم. مزیت چهارم میتونه قابلیت اطمینان باشه. خب قابلیت اطمینان یعنی چی؟ فرض کنید که یک فایل داریم که روی کامپیوترمون قرار دادیم. اگر بیایم و بعداً میخونید توی شبکه چیزی هست به اسم فایل سرور، کش سرور. من میتونم کاری بکنم که اگر یک فایلی رو شما روی این کامپیوتر قرار دادید، به صورت اتوماتیک یک کپیش هم بره روی یک کامپیوتر دیگه و به این شکل قابلیت اطمینان رو بالا ببرم. یعنی مطمئن باشم که اگر سیستم شماره 1 من به هر دلیل هاردش به مشکل خورد، روی سیستم شماره 2 همون فایل ها رو دارم. میتونیم کاری بکنیم که به صورت اتوماتیک فایل ها جابجا بشن. این میشه گفت مزایای اصلی شبکه است. یعنی در واقع به این دلایله که ما شبکه ها رو راه اندازی میکنیم. اما دو تا عیب بزرگ هم دارن. میشه گفت معایب شبکه. اولین عیبش امنیته. زمانی که شما شبکه راه اندازی میکنید، باید فایل ها رو به اشتراک بذارید. باید در واقع یه موضوعی هست به اسم پرمیژن، یعنی سطح دسترسی. باید سطح دسترسی مشخص کنید و به افراد مختلف دسترسی های مختلفی بدین. این اشتراک گذاری ها ممکنه برای امنیت اطلاعات شما مخاطراتی داشته باشه و احتمال خیلی زیاد باید به فکر امن سازیش باشین. تا قبل از اینکه شبکه راه اندازی کنید، دیتاتون روی سیستم خودتونه. ولی موقعی که شروع کنید برای به اشتراک گذاشتن، امنیت موضوع اصلیه که باید بهش توجه کنید. یه مشکل دیگه ای هم وجود داره، بحث وابستگیه. فرض کنید که من یه دیتایی رو قبل از اینکه در واقع شبکه‌ای راه اندازی کنم روی سیستم خودم داشتم. حالا میخوام به صورت شبکه کار کنم، یعنی چندین کامپیوتر میخوان با یک دیتا کار کنن. اون دیتا رو من میذارم روی یک کامپیوتر بزرگتر که اصطلاحاً بهش میگیم سرور و کامپیوترها همه به این سرور متصل میشن و هر کدوم میتونن دیتای مد نظر رو بردارن. زمانی که دیتا فقط روی سیستم من بود، من وابسته به جایی نبودم. ولی الان تصور کنید برق بره توی شبکه و ما برق اضطراری یا بحث UPS نداشته باشیم. خب این سرور 100% خاموش میشه. ممکنه من سیستمم لپتاپ باشه و 1 ساعت 2 ساعت بتونم با باتری کار کنم، اما وقتی سرور خاموش شده دیگه دیتا در اختیار من نیست. این هم میتونه مزیت از جمله معایب شبکه باشه. خب برای این جلسه کافیه. ما مزایا و معایب شبکه رو بررسی کردیم و صحبت کردیم که اصلا شبکه چیه. جلسه بعد انشاءالله ادامه مباحث رو صحبت میکنیم و اگر هم سوالی یا مشکلی وجود داره لطفاً با ما در ارتباط باشید. خدا نگهدار.